نه آداپتورش. حالا الان من میشکنم که داخلش رو ببینیم. این همون شارژری که درباره‌اش صحبت کردیم. یکی از مشتریای ما میگفتش این کالا اورجیناله و شما دارید کالا رو به من گرون میدید. اما ازش خواهش کردیم، براش مبلغ واریز کردیم که این کالا رو خریداری کنه و برای ما ارسال کنه. یکی از دلایل مهمی که میگفتش که کالای شما اورجینال نیست، میگفتش که NFC نداره. ولی من این کالایی رو که دارم خیلی ارزان‌تر از شما میخرم، وقتی که گوشی رو میذارید کنارش NFC داره داخلش. حالا ما درباره شارژر 25 وات این توضیح رو دادیم، چیکوندیم داخلش رو نشون دادیم. این 45 وات هم سعی کردیم نشون بدیم. البته هدف اصلی ما اینه که یعنی این سختی رو به خودمون میدیم، هزینه میکنیم، کالا میخریم، میشکونیم، داخلش رو نشون همکار میدیم که اطلاعاتش بره بیرون. حالا تو کامنت ها مسخره میکنن، میگن آقا ما با چکش بریم در مغازه، آقا با چکش بریم چارسو، بریم موبایل فروشی. نه، راحت ترین کار برای بچهای تولید محتوای ما اینه که ویدیو فان بزنن، بیان جلوی دوربین غیر بدن، برقصن یا حالا هر کاری که ویو میگیره. ما هدفمون ویو نیست، هدفمون اینه که همکارامون آگاهانه تر خرید کنن. اون همکارایی که آگاهن خودشون میدونن دارن چه کالایی با چه کیفیتی میخرن. اون همکارایی هم که میرن کالای ارزون میخرن خودشونو به خواب میزنن. هدفشون اینه که سود بیشتری ببرن. حالا من اینو میشکنم بهتون نشون میدم. اگه دقت کنید NFCش کار کرد و ما اومدیم تو سایت خود سامسونگ، اینم به ما نشون دادش. خب پکش که مون نمیزنه، پکش از نظر ظاهری شبیه پک اورجینال میمونه. کیفیت کابلش خیلی عالیه، خوبه. ولی اگه از نزدیک دست بزنید به این کابل میبینید از نظر کیفیت جنس پلاستیکش کیفیت خیلی عین اورجینال نیستش، کیفیت قوی نداره. حالا خود آداپتور رو میخوایم بشکنیم الان. این آداپتورش. حالا الان من میشکنم که داخلش رو ببینیم. همین راحتی درش در اومد. اصولا شارژر اورجینال خیلی سخت در میاد درش، اصلا احتیاجی به توضیح نداره. تمام این خمیری که به کار بردن فقط به خاطر اینکه وزن این کالا زیاد شه. میبینید؟ حالا ترازو نداره، من اینا میتونم براتون وزن کنم و بهتون نشون بدم که هدف از اینه که این کالا فقط سنگین به نظر بیاد. یه خواهش و یه کاری که در حق ما میکنید اینه که برای محتوایی که خوبه، آموزشیه، ارزش قائل باشید. یه لایک کردن، یه شیر کردن شاید چیزی از شما کم نکنه، ولی باعث میشه که بچهای تولید محتوای ما هم انگیزه بگیرن. اینا NFC داخلشه. یه توضیح داده بودم، به هر جا بچسبونید داخل سایت میره. ممنونم، خسته نباشید.